نام خدا و با سلام. تاثیر امبدینگ برای کاهش وزن رو خودشون توضیح میدن. بفرمایید. من 49 سالمه. تقریبا 1 ماه پیش مراجعه کردم خدمت دکتر انصاری و برای انجام امبدینگ برای لاغری. ایشون انجام دادن بدون هیچ ورزش یا رژیم خاصی. توی این 1 ماه تونستم 4 کیلو وزن کم کنم و قبلا میلم به شیرینیجات خیلی بود، خورده خوری زیاد داشتم، ریزه خوری زیاد داشتم، اما الحمدلله هیچ کدوم دیگه الان ندارم و میلم به شیرینی خیلی کم شده و به صورت طبیعی تونستم 4 کیلو وزن کم کنم، در صورتی که قبلا با رژیم‌های مختلف نهایتا میتونستم 1 یا 1.5 کیلو کم کنم در ماه. سایز چقدر کم کردین؟ سایز 2 سایز کم کردم. بله. الان هم مراجعه کردین که دیگه جلسه دوم انجام بده. بله الان اومدم خدمت آقای دکتر که انشالله برای جلسه دوم مرحله دومش دوباره انجام بده. حالا انشالله که همیشه سالم باشید. امبدینگ روشی هست که ما نخواهی که رو جراحی استفاده میشه، ما نخواه برش میدیم و روی نقاط تپ سوزنی این نخواه کاشت انجام میدیم. البته قبلش که بخوام این نخواه کاشت انجام بدیم پماد زیلوفیبی حسی میزنیم که بیمار دردی احساس نکنه و این امبدینگ هم موجب کاهش اشتها میشه و همین که چربی سوزی ها افزایش میده و همچنین بعض نقاط هست که روحی افراد بهتر میکنه، راحت تر میشن. امبدینگ برای شما انجام دادین دردش زیاد بود؟ اصلا هیچ نه درد سنگینی داشت، یه شاید 1-2 روز جزئی، اونم به خاطر شاید اثر همون بلودن نخا بود، اونم خیلی جزئی بود و اینکه اصلا نه عارضه‌ای داره نه اذیت میشی، خیلی راحت تر از روش‌های دیگه است. خیلی راحت تر از حتی شاید بعضی رژیم ها خیلی سخت بشه آدم بتونه انجام بده، اما این بدون هیچ رژیم و حرکت ورزشی چیزی میتونید راحت وزن کم کنید. خیلی ممنون که همکاری کردید. شما آقای دکتر خیلی ممنون. خدا ان شاءالله سلامتی بده بهتون. عمر با عزت.